حتما در اینجا یک توضیح در مورد کرگدن‌ها وجود دارد. کرگدن‌ها یا راینوها پستانداران بزرگ و گیاهخواری هستند که به خاطر پوست ضخیم و شاخ یا شاخهایی که روی بینی خود دارند شناخته می‌شوند. آنها در آفریقا و آسیا یافت می‌شوند. ویژگی‌های کلیدی کرگدن‌ها: جوسه. کرگدن‌ها حیوانات بسیار بزرگی هستند. بسته به گونه، وزن آنها می‌تواند از 800 کیلوگرم تا بیش از 2300 کیلوگرم برسد. پوست آنها بسیار ضخیم و مقاوم است و از لایه‌های کلاژن تشکیل شده است. شاخ کرگدن از کراتین، همان ماده‌ای که ناخن‌ها و موهای ما از آن ساخته شده‌اند، تشکیل شده و به جمجمه متصل نیست. برخی از گونه‌ها یک شاخ دارند و برخی دیگر دو شاخ. تغذیه: کرگدن‌ها گیاهخوار هستند و از علف، برگ، شاخه‌ها و میوه‌ها تغذیه می‌کنند. رفتار: کرگدن‌ها معمولاً حیوانات منزوی هستند، اما گاهی اوقات در گروه‌های کوچک دیده می‌شوند. آنها می‌توانند بسیار تهاجمی باشند، به خصوص اگر احساس خطر کنند. انواع کرگدن: 5 گونه کرگدن در جهان وجود دارد. کرگدن سفید بومی آفریقا است و بزرگترین گونه کرگدن محسوب می‌شود. کرگدن سیاه، این گونه نیز در آفریقا یافت می‌شود و کوچکتر از کرگدن سفید است. کرگدن هندی، کرگدن تک‌شاخ، در هند و نپال زندگی می‌کند و دارای یک شاخ بزرگ است. کرگدن جاوه یکی از نادرترین پستانداران روی زمین است و در اندونزی یافت می‌شود. کرگدن سوماترایی کوچکترین گونه کرگدن است و در سوماترا و بورنئو زندگی می‌کند. وضعیت حفاظت: متاسفانه بیشتر گونه‌های کرگدن به دلیل شکار غیرقانونی و از بین رفتن زیستگاه در معرض خطر انقراض قرار دارند. شاخ کرگدن در طب سنتی برخی کشورها استفاده می شود و به همین دلیل تقاضای زیادی برای آن وجود دارد. تلاش‌های حفاظتی: سازمان‌های مختلفی در سراسر جهان در تلاش هستند تا از کرگدن‌ها محافظت کنند. این تلاش‌ها شامل مبارزه با شکار غیرقانونی، حفاظت از زیستگاه و برنامه‌های تکثیر در اسارت است. امیدوارم این توضیح برای شما مفید بوده باشد. اگر سوال دیگری دارید، بپرسید.